حتما از هندزفری استفاده کنید و حتما تا آخر ویدیو همراه باشید. من کوروش کوروش نیستم. من کایل کرینم. توی سال 2013 توی ترکیه ویروسی پخش شد که همه رو تبدیل به زامبی میکرد. من و یه سری دیگه مصون بودیم و این ویروس رو نمیگرفتیم. شاید فکر کنید این خبر خوبیه ولی نه. ما تبدیل شدیم به موش آزمایشگاهی برای دولت که هر آزمایشی رومون انجام بده تا بتونه یه دارو پیدا کنه برای کسایی که ویروس رو میگیرن. 13 سال روی من آزمایش انجام دادن و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. از یه جایی به بعد دیگه زندگی و هیچ چیزی برام مهم نبود. فقط دلم می‌خواست از اینجا برم بیرون و انتقام بگیرم از تمام کسایی که منو تو این 13 سال شکنجه کردن. به صبح بخیر خوشگل من. چطوره؟ قرمه سبزی با سس کچاپ. چه دستای سفیدی داری ناموسن. عاشق دستاتم. این در وا شد که قبول نیست تو دیدی بی ناموس. یه وقت تکون نخوریان. میگن هرچی پوست سفیدتر توش صورتی تر. میگیری منظورو؟ آخ الهی بیمیرم برات. بشکنی دستم که به آمپول میزنم. یعنی اینا مجبورم کردن وگرنه من گفتم بهشون که با مات میتونم بیهوشت کنم. میگم اینجوری خوب نمیشه. اینو بدید من ببرم خونم. روش یه سری آزمایش انجام میدم. قول میدم یه هفته‌ای دوای دردو پیدا کنم. چیزی نشون نمیده که اینجا بابا. قاسم میگیرنت ول کن. شمام حاجی، امیدوارم که خواب دیده باشم وگرنه چی کارم داشتم میکردم. چیه؟ زهر مار کوفت. بابا یه دقیقه وایسا. زهر مار بیناموس کر شدم. آماده باش که فرشته نجاتت اومده نجاتت بده. چرا میخوای نجات بدی؟ بس کن داستان بازی باید یه جایی شروع بشه دیگه. باید نجاتت بدیم دیگه. الان اومدیم نجاتت بدیم داستان بازی شروع شه. حرفت منطقی بود، نمیتونم باش مخالفت کنم. خب باید چیکار کنم؟ برای شروع چرا قنفر میبینی؟ برای شروع بکن تو کونه. کی؟ خیلی خوب دیگه شوخی بازی بسته. پاشو با تو سمت اون دریچه‌ای که سمت چپت میبینی. دویدن که نه، راه رفتنم نه، ولی میتونم بخزم. اصلا نگران نباش، به مسیرت ادامه بده. الان بهت یه چی میدم بزنی سرپاشی. حالا بذار یه امتحانی بکنم ببینم میتونم سرپا وایسم یا نه. آره میتونم. ایول. نه نمیتونم. اینجا اتاق ساخت و سازه. روی میز یه چیزایی هست که باهاش میتونی خودتو بسازی. بزن ببین چیکار میکنه. خیلی خوب. همین خوبه؟ آره دقیقا همینه. میذارم سلامتی خودت. چپ راست چی میگی به خودی؟ اسکل چپ راست میکنی. جا رو داشته باش. چپ راست. آره خیلی خوب. این اتاق خیلی مراقب باش. این اتاق میگن اتاق زامبی خواستگار. یعنی چی زامبی خواستگار؟ منظورت چی؟ اصلا متوجه نمیشم. میخوامت به مالا هستی عاشقتم. ببین اصلا احساس میکنم این هدفش خوردن من نیست. میگم تو این دوربینا منو داری میبینی این شیشه ها محکمن. آره بابا خیالت راحت. شیشه ها رو اینجوری ساختن که کاملا ضد زامبیه. خیالم راحت نیست بی‌ناموس. اینه شیشه رو شکستم. من چه گویی بخورم الان. جون مادرت در بیا. این همون جوری که تا الان حد زدی اینا دنبال کشتنت نیستن. دنبال یه چیز دیگه. بله کاملا در جریانم. راحت باید بتونی بکشیشون. برو عقب. بده بخورم. ای بابا بذار با کاری نداریم. بده بخورم ناموسم. بده بخورم. خدا بمیر. اوه شت هنوز زنده است. بمیر دیگه لعنتی. خیلی خوب دیگه چیزی نمونده. ته همین راه آسانسوره. از آسانسور میری بالا و بعدش آزادی. واقعا خدا رو شکر. خیلی خوشحالم که داره تموم میشه.
آسانسور کار نمیکنه. خیلی خوب، بذار الان روش کار میکنم. ببین یه راهی وجود داره که من آسانسور رو باز کنم ولی تمام درهای دیگه هم باز میشه. زامبی خواستگار میریزن سرت. یه راهی هست که باشون مقابله کنی یا، ولی خب نمیدونم چجوری بهت بگم. باید خودت انگشت یعنی انگشتتو باید بکن. ببین نمیتونم واضح بگم، ممکنه یوتیوب گیر بده. زشته، خودت فهمیدی دیگه. حاجی اسکلمون کردی. خب این کار چه ربطی داره به جنگیدن با اینا؟ آخه من نمیفهمم. به من اعتماد کن، این کار انجام بده، نتیجهشو میبینی. این یه جورایی تنها راهته. ببین از اونجایی که هیچ اعتمادی بهت ندارم نمیکنم این کارو. من اینا رو خودم میزنم، خیلی هم راحت میزنم. اوشت خیلی زیادن، باورم نمیشه که دارم این کارو میکنم. اشمام چه قدرتی، چه سرعتی. ووهو! اوه شت. اوه شت. اسکول واقعا خوشنگ. داری به چی میخندی کثافت؟ احمق، طی آزمایشایی که روت انجام دادن یه حرکتی رود زدن که وقتی خیلی عصبانی میشی حالت بیست مودت فعال میشه. اصلا نمیخواد خود کاری بکنی، فقط کافی بود تو شرایط خطر قرار بگیری. فیلمت هم تازه گرفتم، حالا بیا بالا با هم دیگه راجبش صحبت میکنیم. من که بالاخره تو رو میبینمت فیزیکی بهت قشنگ توضیح میدم این داستانایی که سر شت درو دارم بسته میشم. من چیکار کنم؟ بدو سری، هر جوری که شده باید فرار کنی. فهمیدن که تو اینجایی و دارن در اضطراری میبندن. از تمام قدرت استفاده کن. اگه خواستی دوباره خوده. الان تو میتونی بخند خب. ولی خب میرسه اون روزی که منم بخندم. خب من ببینمت فیزیکی بهت نشون میدم. وایسا فقط من از اینجا خارج بشم بهت میگم. خیلی ازتون ممنون که تا اینجا ویدیو همراه بودید. این اولین کار منه توی این کانال و اگه ویدیو رو دوست داشتید سابسکرایب کردن و لایک کردن و شیر کردن و ویدیو با دوستاتون میتونه خیلی به من کمک کنه. قرار فعالیت این پیج کلا به این صورت باشه و قرار گیم ها رو به صورت سمی براتون دوبله کنم و داستانش رو بهتون بگم. حالا فعلا با داینلاگ شروع کردیم، لال شدم و قرار همه گیم ها رو تقریبا شامل بشه. هر گیمی که بتونم قشنگ درش بیارم. خلاص هفته یه دونه ویدیو داریم و همین دیگه. مرسی که دیدید. لایک، سابسکرایب، این صحبت ها. خداحافظ.